برای خداوند بخشنده مهربان، عزیزان بیننده، در حقیقت بعضی انسان‌ها برآمدن که طعنه به اصحاب پیامبر زده ایستادن، طعنه به قرآن زده ایستادن، طعنه به احادیث، طعنه به بخاری و دیگر کتاب‌های حدیثی زده ایستادن. البته غرضهای بدی دارن، میخواین که سنت پیامبر را زیر سوال برن، میخواین که اصحاب پیامبر را زیر سوال برن، میخواهند که بین مردم شبهه پراکنی کنند و شبهه افکنی کنند تا اینکه مردم در دین خود عقیده مردم را متزلزل سازند. البته هدفشون همین است، گرچه که هدفشون ظاهرا هدفی که ظاهرا گویا پیش کردند پیغمبر شناسی باید کنیم، به معنای کاملش پیامبر رو شناسیم، یا اینکه به معنای حقیقیش و تاریخ رو سنتی به سنتی تحلیل کنیم، بینیم برایم صحابه موسی کافر شدند، چرا صحابه پیغمبری ما کافر نشوند؟ همه خیلی سوال هایی به اصطلاح میندار. و باز از جمله شبهه این است که چرا مذهب و دین را به قرآن نمی سنجیم و پیامبر شناسی ما از صحیح بخاری هست باید از قرآن شناسیم. دعواهای خیلی دبدبناک. لیکن وقتی که همین انسانی که همین گپ رو بزند خودش را پیغمبر شناسی از کتاب خودش وقتی ما قیاس کنیم ببینیم که کتاب اونا از پیغمبر بوی ندارد، از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، از بزرگان اهل بیت خصوصا علی و فاطمه و حسن و حسین تقریبا یکم بوی از اونها در کتابشون نیست. البته لیکن اونها زبان درازی میکنن، شاید که از کم اطلاعی مردم استفاده میبرن و بعضی کتابایی که اصل ندارد اونها رو برای خود حجت قرار میدهند و شبهه افکنی میکنن. برای همین خواستیم که در اطراف این مسئله کمتر صحبت کنیم. چرا که بعضی ها وقتی که اونها رو تجاهل میکنی، وقتی که اونها رو نادیده میگیری، فکر میکنن که عقیده اونها درست است، اونها دیگر دست بالا شدند و وقتی که به اونها که برای خاطر اون که بین مسلمانان رخنه ایجاد نشود انسان وقتی سکوت اختیار میکند، بعضی نمود انسان ها دیگر مغرور میشن به خودشون، دیگر همون دسترخوان فتنه رو باز دامنش رو وسیع‌تر پهن میکنن. برای ما شروع میکنیم بعضی نقطه هایی که همون انسانی شبهه افکنده ایستاده است در اطرافش صحبت کنیم. پیغمبر شناس باشیم، پیغمبر رو از بخاری نشناسیم، باید به قرآن مراجعت کنیم. چقدر ما به قرآن رو اصل قرار دادیم، تاریخ رو سنتی به سنتی باید تحلیل کرد و دیده برآمد. خیلی گفتیم دعوای بسیار بدبدبه است. باز میبینیم که تا چی درجه اینها اعتماد به حدیث دارن، تا چی درجه اعتماد به قرآن دارن، تا چی درجه اعتماد به همون سنتی به سنتی و تحلیل های تاریخی دارن. اینجا کتاب دارم به نام وسائل الشیعه که حر عاملین و علمای آنها نوشته است. میگه که والفائدة من ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة للشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة. یعنی میگه که ما اینجا حدیث فقط برای خاطر تبرک میگیم ولی ما یکم سند چیزی نداریم. میگه که برای اینکه عامه، یعنی که اینجا عامه رو در اهل سنت نظر دارد، میگه که عامه ما رو تعییر میکنن، ما رو عیب میکنن که شما سند ندارید، شما رجالی حدیث ندارید. برای همون ما رو عیب نکنن ما به همین طرز میگه همین حدیث روایت میکنیم برای تبرک، ولی ما اینقدر به این چیزا اعتقاد نداریم. یا صاحب تهذیب الاحکام توسی میگه که حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبإزائه ما يضاده. یعنی که اول میگه که و ما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد، یعنی همین روایات ما جمع شدن که به هم اختلاف دارن، به هم تباین دارن، به هم منافات دارن، به هم ضد هستن، تضاد دارن. میگه حتی اینکه یک روایت نیست که مگر در عکس اون یک روایت دیگه نباشه. یعنی یک روایت است که هم میگه اینش نمیگه، اینش میگه حلال، اینش میگه حرام. یعنی حدیث نیست که در مقابلش اون چیزی که باید رو نفی میکند نباشد. میگه در کتاب ما این یکی از 4 کتابی بزرگ حدیثی آنها حساب میشود. بنابراین میگه که و کثیر منهم رجع عن اعتقاد الحق، یعنی که بسبب اون که همین قدر حدیث به هم دیگر ضدیت دارد، بسیاری از همون انسانایی که پیروی اهل بیت داشتن میگه از دین خود گشتن، از عقیده خودشون گشتن. میگه اینا توسی در کتاب خودش میگه.
وثیقه دیگر یا اینکه حجت دیگر این کتاب التأسیس فی نسبت کتاب سلیم ابن قیس است. سلیم ابن قیس برادران یک کتابی است که به اون نسبت داده می شود. خودی بسیار از علمای شیعه این کار میکنن این کتابا. گرچه که انسان شبه افکن از وی کتاب بعضی دلیل ها میارن. شاید نمیدونه که بعضی علماشون یا که اغلبی علماشون این کتاب بی اصل میدونن. میگه که برای خاطر اون که همین تراث ما، یعنی که اون چیزی که از گذشته ما باقی بود، همون یک غلبر کنیم. میگه شخص به نام بهبودی برآمد. میگه بهبودی برآمد و کتاب بزرگترین و صحیحترین اونها که با روایت خود اونها امام مهدی اون کتاب رو دیده است و گفته است که الکافی کافی لشیعتنا، همین کتاب کافی برای شیعه ما کافی است، بس از دیگه کتاب نباشتم همینجا هم عقیده های ما هست که میشه نسبت میتونم به مهدی. بهبودی باشد میاد این کتاب غلبر میکند، یعنی همون قاعده حدیثی که بعدتر در اصل 7 گذاشتن شیعه ها، تا اصل 7 قاعده حدیثی نداشتن. بعد اون که ابن تیمیه با ابن مطهری حلی بیناشون مناظره میشود، در به کتاب ابن مطهری حلی ابن تیمیه رد میزند، اونها دیگر از همین چه خیلی گفتیم شرم داشتنشون همین دیگر سندا رو میبرانند و بعد دیگر همین علم رجال و دیگر احترام میکنند. بنابراین در جای میگفت که علم رجال باید خوان، علم رجال اونها دیگر 7 عصر قفاتر است از علم رجال اهل سنت. اقلا 200 سال تا اقلا 500 سال تا 600 سال قفا مونده است. این مردک اومد، بهبودی اومد و از همون نزدیکی به 16000 حدیث تنها 4428 تاش رو صحیح کرد. تصور کنید، یعنی که 25 فایز کتاب صحیح است، 75 فایزش یا خبر ضعیف است یا خبری موضوعی بافته شده است. یعنی تصور کنید که یا انسان میباد به شما صحبت بکند، از 100 گپش فقط 25 تاش درست است و 75 تاش زیر سوال است. مگر قابل اعتماد است این خیلی شخص؟ وقتی که کتاب را به نام صحیحی کافی نشر میکند، آیت الله منتظری به او فشار میارد، میگه که نام کتاب تو دیگر کن، چون که وقتی تو صحیح کافی گفته تو 25 فایز حدیث آن را به مردم پیشکش میکنی، 75 فایز دیگرش زیر سوال میبری، مردم به شک میافتند نسبت به مذهب و دین خود. بنابراین نام کتاب را زبدة الکافی میبرند. به اصطلاح گویم که برگزیده از کافی، یا که به زبان تاجیک گویم قیماق کافی یا مسکه همین کتاب کافی رو میآورد که به این یک نمود کتاب کمتر نامش ملایمتر میکنند و کمتر کنتر میکنند تا اینکه ذهنی خواننده به تشویش نیفتد. این هم با روی مجبوری میکنند. در اینجا بهبودی میگوید که ان ظاهرة الدس والكذب كانت ضاربة اطنابها فی کتب المذهب. میگه که یک پدیده دست، یعنی که در آوردن روایتایی که از نام امامان بود، یا اینکه کذب دروغ گفتن به امام، نسبت دادن به امام، دامن خود رو در کتاب‌های روایت‌های ما پهن کرده بود. میگه بنابراین یک منهج و برنامه علمی می‌ریختیم، باید که این دروغی که دامن پهن کرده است رو باید که برمی‌چیدیم. میگه و خیلی خدمت میکند به همین نتیجه میرسد و کتابش رو به فکرم بدتر من میکنن از چاپ کردن، اینکه نامش هم خیلی گفتیم برگزیده کافی میکنن و دیگر کمتر سبکتر میکنن. دوستان خب میگذاریم به حدیث‌های کافی که حدیثی بزرگتر نشست. ببینیم که تا چه درجه پیغمبر شناس هستند، تا چه درجه پیغمبرمون در کتاب کافی منزلت بزرگ دارن، چند قدر از این 16000 که کافی آورده است چند قدر اون حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. خب فیض کاشانی نام یک عالمی که کتاب تفسیر داره به نام الوافی، میگه که مدار احکام شرعی در این 4 کتاب است و آن گواهی و آن با گواهی مؤلفانش صحیح است، یعنی که نویسنده گفتن که هر چی ما نوشتیم صحیح است. از تراودی میگه که از استادمون شنیدیم که گفتن که در اسلام کتاب مثلی آن، یعنی که مثل کتاب کافی و حتی نزدیکتر به آن نوشته نشده است. در کتاب الکنه و الالقاب آورده است، مجلد 3 صفحه 98. آقا بزرگ تهرانی باشد در کتاب الذریعه مجلد 2 صفحه 14 میگه که کتاب‌های 4 گانه اصلی برداشت احکام شرعی تا امروز است. یعنی که کتابی است که اعتماد دارم به اون و خیلی که ما اعتقاد به بخاری و به مسلم داریم،
اونها به این کتاب‌های چهارگانه و خصوصا کافی یعنی که صحیح بودنش اعتقاد دارن. به کافی را با بخاری کمتر مقایسه میکنیم که چی فرقیت بین اونها است. تمام حدیث های بخاری طبق استانداردهای سنت جماعت صحیح هستند و عبارت از 2761 حدیث است. خب کلینی نیز دعوای صحت کتاب خودش را کرده بود، لکن مجلسی آمد کتاب به نام مرآت العقول را تالیف کرد که اینجا حدیث های صحیح و ضعیفی و کافی رو جدا میکنند. خب یعنی که گویا آمده گفت که بچه‌ها ایستید خب کنید، ولی این کتاب همش صحیح نیست، باید اینو جدا کنیم. بعد مجلسی تقریبا 3 کتاب رو صحیح برآورد یا مثلا موثق و با اصطلاح خودشون است. بعد بهبود آمده گفت که نه بچه‌ها خیلی نمیشد، اینا باز یه خراب نکنیم. بعد غلبه کردیم گفت که نه 4 صحیح هست فقط به همین شکل. خب بخاری رحمت الله علیه تقریبا میگن که از 300 شیخ خودش همین کتابش روایت کرده. از 300 شیخ 2761 تا حدیث روایت کرده از بخاری. اما دوستان کلینی رو میبینیم کن، کلینی باشه تنها از 28 نفر روایت کرده، همین 16000 حدیث خودش نزدیک به 16000 پلوس مینوس از 28 نفر روایت کرده است که تنها از این 28 یعنی که 3 اون رو چند میشه تقریبا 7000 اون رو یا اینکه 8000 نزدیک اون رو به نقل جعفر سبحانی علی ابن ابراهیم قمی روایت کرده است که بیوگرافیا ندارد، بیوگرافیاش نیست مرد کی بودنش معلوم نیست، کی زایده است، در کجا زایده، کی مردگی است معلوم نیست. 3 کتاب کفر رو این میخه انسانی به بیوگرافیا برآمده روایت میکنه و این آدم باید کتاب تفسیر داره که تفسیرش پر از تفسیرهای دروغ است. و تینی و زیتون میگه که حسن و حسین، مرج البحرین یلتقیان میگه که علی و فاطمه، یعنی تفسیرهای باطنی که خنده آوری هست که در حقیقت انسان وقتی میخونن خیلی اینو با قرآن بازی کردن، قرآن رو بازی گرفتن برای خودشون. این کتاب است، یعنی که این خاراکتریستیک کد از این کتاب است. خانساری در کتاب روضات الجنات مجلد 6 صفحه 118 میگه که اختلاف وجود دارد که روضه کافی قسم از کافی آیا از تألیف کلینی هست یا بهتر به اون اضافه شده است. ابو جعفر طوسی وفات سال 460 هجری در کتاب الفهرست صفحه 116 میگه که کتاب کافی شامل 30 باب است، یعنی که 30 کتاب است. اما شیخ سید حسین کرکی باشد، این تقریبا عصر 11 هجری است برادران، میگه کتاب کافی میگه 50 کتاب دارد، از 50 باب عبارت است. یعنی عصر 30 کتاب یا 30 باب داشت، اما در عصر 11 آمده 50 باب شد. این خودی کرکی میگه، یعنی از عصر 5 تا 16 20 کتاب اضافه شده است، یعنی که تقریبا 40% زایده شد به کتاب. سوال میشه که این 20% کی اضافه کرد؟ یک کس اضافه کرد یا مجموعه اضافه کردن که یکم فابریکه بود که همه روایت ها رو میبروردن بافته و بعد اضافه میکردن، یا اینکه حدیث های کافی نر و ماده است که بچه و نیرو و عبارتدار میشود. خیلی دیگر این سوال البته پاسخ میخواهد. بعد از همه سوالی که خواطر میکنند این است که خیلی گفتم مهدی گفته بود که الکافی کافی لشیعتنا، کنه همون 16000 روایت دیده بود مهدی، اما 30 کتاب تصدیق کرده بود. این 20 کتابی که بعدتر در طول از عصر 5 تا 11 را اضافه شد، آیا مهدی مهر تصدیق زده است یا نه به این هم در حقیقت سوالی خواطر کننده هست. یعنی ما گویم که شناسایی با کتابی کافی بود. حالا چقدرتر میریم، عمیق‌تر میریم، با کافی نزدیکتر شناس میشیم. عبد خدا باشیم، این عبارایی که اون مرد شبه افکن آورده است، میگه که عبد خدا باشیم. توحیدی شدن وابسته به پیغمبر است. یگانه راه شناخت پیغمبر امام است. توحید به پیغمبر ابلیسی است. پیغمبر شناسی به امام این سامری است. یعنی افسانه ها. بیایید سیر به همین کتابی کافی کنیم که دوستان نزدیکتر بتونیم شناس شویم. مجموعه روایت آنها در همین 4 کتاب، در کافی و استبصار و در کتاب من لا یحضر الفقیه
44244 حدیث است. یعنی در همین 44244 حدیث از پیامبر بود و شد 644 حدیث روایت کردن. تصور کنید. یعنی به هزار هم نمی رود. نیم هزار کمتر زایدتر. نیم هزار کمتر زایدتر. اگر به فایز گیریم اگر شاید که 1.5% همین حدیثایی که دارن در این 4 کتابشون از پیامبر روایت شده است. اکنون حساب کنید که 98 و از 5% از کی روایت شده است. با زبان دراز باید میگه که پیامبر شناس باشیم و سانتی به سانتی تحلیل کنیم. اینا سانتی به سانتی تحلیل کن. چرا پیامبر از 44,500 حدیث تقریبا 644 حدیث دارد و خلاص. یعنی که اگر بخاری شون گیریم کافی، یعنی کتاب کافی شون، مرکز پژوهشی دارالحدیث شون میگه که حدیث میگه نزدیک به 16413. بنابراین نو گفتن که من 16000 پلوس مینوس، چون که بعضیشون 16199 حساب میکنن، بعضیشون 15413. این مرکز پژوهشی دارالحدیثی اونا میگه که از 15413 تنها 92 حدیث از پیغمبر است. کجای تو خیلی تو پیغمبر شناس میشه به این روایتات. ولی با اینجا غیر از این حدیث بدن، ولی کدام حدیث هست چند تا این صحیح هست از این 92 تا؟ این اولی سوالی کلون است. ببین از 15413 بوده شد 92 حدیث از پیغمبر، یعنی که خیلی یتیم است. 100 حدیث از پیغمبر نداره در کافی. 100 حدیث از پیغمبر نیست. باز میایو کتاب بخاری زیر سوال میبردی، تو مسلم زیر سوال میبردی و ما نباید که پیغمبر شناسی رو از بخاری کنیم. اینا از کتاب کافی پیغمبر شناسی کو بینیم کنیم 92 حدیث. یعنی 1% هم نیست. 1% نیست. از جعفر صادق باشد در این کتاب کافی 9219 روایت آمده است. 9219 روایت آمده است. اکنون به اصطلاح بمب این است که از فاطمه در 4 کتابی که همون 44244 حدیث دارد، 1 حدیث از فاطمه نیست. فاطمه مظلوم است. بی رو ظلم کردن، بی رو زدن، بی رو پشت در مخ در اومد و قبرغش شکست و بچهش افتید و اینا. اینقدر دروغ، اینقدر روایت و حکایه های میبافن و بالاش پرپرا میچوشند و یک قلمفور دیگه برای خوردنش آسان شود هرچی اضافه میکنن. در 4 کتابی که 40 چند هزار حدیث دارد از بی به اصطلاح فاطمه علیه السلام 1 حدیث نیست. بعد چی با اون دقیقه دعوا میکنی که فاطمه این کردن فاطمه اون کردن؟ 4 کتاب معتبرت نداشته دیگه کتابات چی که پس دیگه یا کتابای معتبر دیگه حدیث صحیح نیافت از فاطمه برای من نبرآورد اینجا. فاطمه ای که براش تو پیامبرم توهین میکنی، برای وجه صحابه هم توهین میکنی، دیگر دخترای پیامبر توهین میکنی، دیگر دخترای پیامبر میگه که دخترای دیگه آدم بود، نه شرمیده نه هراسیده به گفتی مردم، یعنی که پینه کد ویران نشده، میگه که وای دخترا خدیجه از قفای خودش آورده بود، یعنی که از بچه خواهر خدیجه بود و به خدیجه به همراهش آورد و به پیامبر نسبت داده شد. برای خاطر میخواد کتابای دروغ تو پیامبرم یعنی که دست به ناموس پیامبر، دست به دامن پیامبر دراز میکنه، نه شرمیده نه وهمیده. اما کتبی اهل سنت و جماعت باشد از فاطمه علیه السلام 11 تا حدیث دارن که یک خود مسند احمد 7 حدیث از فاطمه روایت میکنه. شما نداره؟ ما اقل داریم 11 حدیث. فاطمه در نزد کی محبوب تر است؟ کی فاطمه رو بسیار تعظیم میکنه؟ از علی باشد در 4 کتاب شما 690 تا حدیث روایت شده است، اما در کتاب های ما اهل سنت 1583 تا حدیث از علی روایت شده است. تصور کن. اگر نسبت عددی که گیریم در ما فائز روایت های حدیث بلندتر از شما است، چون شما در 4 کتاب 40 چند هزار حدیث دارید. فقط مسند احمد 804 حدیث از علی روایت میکنه. خب
و اما کتبی ششگانه باشد از 3 خلیفه. بیا به ابوبکر و عمر و عثمان قیاس کنیم، علی را بیا ببینیم که روایت کدام از اینها برای زیادتر اومده است. ابوبکر 210 روایت دارد، عمر 977 دارد، عثمان 313 روایت دارد. یعنی که اگر روایت هر 3 همینم جمع کنیم به روایت علی نمیرسن. باز میایه ما رو متهم میکنه به دشمنی به اهل بیت و بخاری بیچاره متهم میکنه به دشمنی به اهل بیت و به مسلم تهمت میکنه، در حقش دیگه ترمذی و دیگران رو تهمت میکنه، در حالی که مجموع احادیث همین کتابای معتبر اهل سنت از 4 کتاب معتبر شما 1 برابر 1 برابر زیاد است. شما 690 داره، ما 1583 داره. حسن رضی الله عنه در کتابای 4 شما 21 حدیث داره، اما در ما 35 حدیث داره و تنها احمد 18 حدیث از حسن ابن علی روایت میکنه. حسین باشد 7 حدیث. اینقدر برای حسین اینقدر سینه زنی و اینقدر قمه زنی و اینقدر نغمه و اینقدر بازی و اینقدر تئاتر و اونجا تشابه و نمیدونم چی ها بازی میکنه. 7 حدیث در این 4 کتاب تو روایت کرده. در کتب اهل سنت باشد 43 حدیث داریم ما الحمدلله رب العالمین که 18 حدیث امام احمد روایت کرده است. کی ارج قائل است به حسین؟ کی حسین را تعظیم دارد؟ کی حسین را بزرگوار میشمارد؟ 7 کجا و 43 کجا؟ بینم حتی امام های 5 و 6 و 7 غیر از این بینید، یعنی که جز امام 5 و 6 و 7، یعنی که اینجا امام باقر و امام جعفر و امام موسی کاظم و 8 هم گریم رضا. دیگر امامان خیلی حدیثشون نادر است، خیلی حدیث های کم دارن. مثلا گریم بخاری رو بینید، از امام سجاد علی بن الحسین 25 حدیث داره، از عثمان بن عفان 25 حدیث داره. یعنی بینید حدیثی که از باقر روایت میکنه برابر با حدیثی که از عثمان روایت میکنه بخاری. امام مسلم باشد 15 حدیث از سجاد روایت میکنه، 19 حدیث از باقر روایت میکنه و 17 حدیث از امام صادق روایت میکنه. مثلا از ابوبکر مسلم فقط 9 حدیث روایت کرده است. باز بیچاره اهل سنت میاد بالاشون سنگ ملامت است که شما اهل بیت قدردانی نمیکنید، شما فقط ابوبکر و عمر میگه، برای دیگران فضیلت تراشی میکنید. اینا مرحمت. ترمذی 23 روایت از باقر داره، 20 روایت از صادق داره، از ابوبکر فقط 22 روایت دارد، از عثمان باشن 19 روایت دارد. اینجا هم اهل بیت بسیار روایت کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم. ببینید بزرگی علما، انصاف و عدل و عدالت علما رو. نسائی باشد 56 حدیث از باقر روایت میکنند، 44 از صادق روایت میکنند، از ابوبکر 22 و از عثمان 27 حدیث روایت میکنند. انصاف ببینید. ابن ماجه رحمت الله علیه از باقر 24 حدیث روایت میکنه، از صادق 19 حدیث روایت میکنه، از ابوبکر 16 و از عثمان 23. بازم پله اهل بیت وزن‌تر است، یعنی روایت اونها بسیارتر است وقتی که با خلیفه یکم با خلیفه سوم قیاس میکنه. به شکل عام روایت های ابوبکر 210 تا است در روایت های همین کتابای 6 گانه. روایت باقر باشه دیگر 229 تا است، یعنی باقر از ابوبکر روایت بسیار کرده است. دیده چه خیلی انصاف، چه خیلی عدالت، چه خیلی ارج گذاری به اهل پیامبر صلی الله اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بیاید باز کافی را خوبتر شناسیم دوستان. چه خیلی گفتیم از 15413 طبق مرکز پژوهشی دارالحدیث شون 9485 تا ضعیف است طبق محققان شیعه. چه خیلی گفتیم محمد باقر بهبودی کتاب به نام صحیح کافی دربارش معلومات دادیم، گفتیم که از این صحیح کافی از 15413 تنها 4428 صحیح گفت. خب بنکن بعضی حدیثاشو قیاس میکنیم دوستان بین مجلسی و مظفر و بهبودی که اینا همون کتاب کافی رو غلبر کردند و حدیثای صحیح و ضعیف جدا کردند. خب در جزء یکم 1445 حدیث است. خب مجلسی و مظفر و بهبودی اومدند و غلبری کردن، اینه که در اصلشون گوناگون از هر سه اینا. به اتفاق 87 حدیثش صحیح است.
1445 87 حدیث صحیح است. این دیگه فوایدش شما برای شنوندگان عزیز چقدر دروغ در اومده است. یعنی مجلسی به تنهایی خودش 237 حدیث چه صحیح میدونن. فوایز گیری کو برادر 237 چند فوایز میشد از 1445. مظفر باشد تنها 231 حدیث صحیح میدونن. بهبودی باشد حالا معاصر است میگه که 161 حدیث صحیح است از 1445. یعنی حکم شما خواننده حکم رو خود شما بیننده عزیز کنید دیگر که 1000 تقریبا 500 حدیث تنها 161 حدیث یا که 237 حدیث یا که 231 حدیث صحیح است. یعنی تصور کنید یک آدم نزدشون بود به شما صحبت کنه و از اون گپ میزدیش 1000 1000 گپ میزنه اما 1000 گپش فقط 200 گپش درست است 1300 تاش دروغ است که قابل قبول نیست. شما مگر اعتماد میکنید؟ مگر دینی خود را از میخه انسان میگیره؟ شما مگر عقیده خودتون از میخه انسان میگیره که از 1000 گپش 1200 تا 1600 تاش دروغ است؟ یعنی که این در جزء خیلی حساسه که اونجا اعتقادی اونها بیان بشه، عقیده اونها، اصل دین اونها بیان بشه. یعنی به وجه مسئله امامت، به ویژه مسئله امامت. یعنی تصور که اگر بابهای متعلق به تاریخ و سیره و فقه به ترازو گذاریم چی میشته باشه؟ مدام عقیده، بابی که عقیده رو گام بزنه خیلی باشه. خب در همین جز از 1445 حدیث درباره به اصطلاح اهل کیسا یعنی که پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین چند حدیث است. اینجا دیگه با شک ببینید از پیامبر 4 حدیث است. 1445 مینوسی 4 کنیم چه میمونه؟ 1441 حدیث از دیگران. با تو میگه پیغمبر شناسی کنیم. چهل تا این کتاب پیغمبر شناسی میکنه که از 1445 تا 4 حدیث فقط از پیغمبر داره. و با شرم هم چیز خوب است آخه جوره. از علی 38 حدیث و از فاطمه 0 حسن 0 حسین 2 حدیثی صغیره و یتیم. یعنی از 1445 فقط 44 حدیث از اهل کتاب از اهل کیسا آمده است. 44 حدیث فقط از اهل کیسا آمده است که یگان تاش صحیح نیست. یگان تاش همین نه که بهبودی صحیح گفته است، نه مظفر و نه صاحب مرعات العقول مجلسی. از 44 حدیث یگان حدیث صحیح نیست که اینا باب عقیده است، باب امامت است. تصور کنید که با مثال زنده یک استاد داره 75 80% کارش خراب است. باید استاد اعتماد میکنه، باور میکنه با استاد خانه خودتونه، امارات خودتونه باور میکنه. یعنی ببینید از 1445 حدیث اگر به روایت مجلسی گیریم 237 حدیث صحیح هست. 237 اگر به حساب فایز گیریم که تقریبا 16 فایز به 20 تا نمبر، یعنی که 5 هم در جزء اولی کتابش صحیح نیست که جزء از همه حساس عقیدوی که اونجا هم عقیده امامت بیان است. اگر با فکر بهبودی گیریم اگر 161 که این برابر با 11 فایز روایت است، یعنی که 89 از در چند فایز روایت یا ضعیف یا دروغ است یا جعلی است. چه خیلی تو دینت به این خیلی انسان باور میکنی، یعنی که درباره دینت میآید و 90% 85% دروغ میگه، تو چه خیلی باور میکنی و عقیدت از من مردک میگیری. باز در این کتاب چه خیلی گفتم حساس جایی که درباره عقیده گپ میزنه. میگذاریم به جزء دومش. جزء دوم کتاب 2346 حدیث روایت میکنه. از این 2346 حدیث مجلسی 467 حدیث رو صحیح میگوید، مظفر باشد 463 حدیث رو صحیح میگوید و بهبودی باشد 392 حدیث رو صحیح میگوید. خب در این جزء از پیغمبر 17 حدیث روایت شده است. تنها 17 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که در باب پیشنگیش 4 حدیث بود. در اینجا از پیامبر 17 حدیث روایت می شود. از علی 30 حدیث، از فاطمه 0، از حسن 1 حدیث، از حسین 1 حدیث. در مجموع از این 2346 فقط 49 روایت
از 4 معصوم، از پیامبر، علی، حسن و حسین. گفتیم از فاطمه روایتی نیست. یگان طی همین 49 روایت به معیار خود آنها صحیح نیست. با در باب عقیده است. تصور کنید در گذشته حدیث 44 حدیث بود، در جز یکش یگان تا صحیح نداشت، در جز دوش هم 49 حدیث دارن، در اینجا هم حدیث صحیح نیست یگان تا. یعنی که صحیح نیست از پیغمبر و از علی و حسن و حسین نیست، یعنی که صحیح. تصور کنید دیگه. او میگه که بخاری یک طرف گذار، از بخاری پیغمبر شناسی نکن، بیا از کتابی که من میگم از اون پیغمبر شناسی کن. میگه اینا کتابی که تو میگی کسی که نامش نمیگیری، لیکن تلمیحات به همین چیز است، اشاره به همین کتاب است. خلاص تصور کنید که 44 کتابی که 44,000 و چند صد حدیث دارد، یگان حدیث از فاطمه نیست. روضة الکافی همون کتابی که زایده شده است، گفتیم که 30 کتاب بود 50 کتاب شد. روضة الکافی بسیارتر احکام فقهیش است. میگه که نزدیک به 600 حدیث دارد که مجلسی تنها 60 حدیث آن را صحیح گفته است، یعنی 10%. تصور کنید برادر، این جدی است. یعنی که دین چقدر انسان میگیری که 90% گپش دروغ است، 10% گپش درست است. یعنی این از حال کتابی که در زمان نواب اربعه نوشته شده است. نواب اربعه دارن، اونها یک اصطلاح دارن که اون 4 نفر به مهدی رفت اومد میکنه، مهدی خط مینوشت و به اینا به انسان‌ها توجیهات میداد و اینا اون. یعنی حال کتابی که در وقت غیبت صغرا بوده به این حال باشه، دیگه کتابی که بعد غیبت صغرا نوشته شدن چی باشه حالش؟ یعنی اینا با مهدی به اصطلاح در تماس بودن، رفت آمد داشتن، مهدی مهر میزد، بعضی مسائل رو برای اونها میفهمون. 10 نفر از اهل بیت، پیامبر، علی، حسن، حسین، سجاد، جواد، هادی، عسکری و مهدی، همگی 1939 روایت دارن. همگی 1939. یعنی این 10 نفر به زور مجموع 4% حدیث در 4 کتاب رو تشکیل میدهند. 4%ش از چند کس؟ از 10 نفر از پیغمبر و علی و چخیل نامشون گذاشته. خب یعنی یک راوی شیعه به نام سهل بن زیاد که فاسد العقیده است طبق کتاب‌های رجالی اونها، به تنهایی 2304 حدیث روایت میشد که از 10 معصوم یک خلیفه بسیارتر روایت میکنه حدیث. یک جایی که گرفتیم، یک جایی که 10 معصوم 1939 بود، این یک خودش 2304 تا حدیث روایت میکنه که فاسد العقیده حساب میشد طبق رجالی اونها، علم رجالی اونها، و حدیثش هم قبول نیست اصلا چون که فاسد العقیده است. لیکن اینجا یک بهانه آوردنش ممکن برای ما این شبهه افکن. میگه که یک حدیث دارم که حدیث ابی، حدیث جدی، حدیث رسول الله. یعنی که میگه که حدیث من گپی پدرم است، گپی پدرم گپی بابم است، گپی بابم گپی پیغمبر است. همین چیزا آوردنش ممکن است این شبهه رو. احتمال همین حدیث رو میارد و میگه که نه، این حدیث جعفر حدیث پیغمبر است، حدیث باقر حدیث پیغمبر است، حدیث موسی کاظم حدیث پیغمبر است. به همین حدیثی که سهل بن زیاد روایت کرده است، به حدیث ابی، حدیث جدی میارد. لیکن سهل بن زیاد با شهادت خویی، یعنی که یک از علما که کتاب معجم الرجال داره، یعنی که انسیکلوپدی که در اونجا رجال شیعه را در اطرافشون صحبت میکنه، خویی سالهای 1996 وفات کرده است، میگه که انسان ضعیف است، قبول نیست این روایتش، و توصیه هم میگه که ضعیف و فاسد مذهب است. خب برای همین حدیثی که میگه که بهونه کردم من حدیث ابی، حدیث جدی، رویش که سهل باشد و حدیث خودش ضعیف است. چه تو حدیث با دلیل میاره میگه که جعفر گپش گپ پیغمبر است. برای همین علمای معاصر وقتی که همین بسیار مناقشه ها شد، بین مناظره ها شد، فقط طلب میکردن که شما میگم به همین طبق شرط و شرایط علم رجالی خودتون 10 حدیث صحیح از پیغمبر بیاره شد. 10 حدیث صحیح تا حال آوردگی نیستن. تا حال همین 10 حدیث گفتگو دارن که از کجا یابیم بیاریم، چون که حالت شدیده در کتابای بالا ما گفتیم که از پیغمبر چند حدیث روایت کردن، همون هم با اون صحیح نیست، همش ضعیف است طبق علم رجال خود اونها.
مثلا هم در کتاب کافی باب ما جاء في الاثنى عشر في الاثنى عشر والنص عليهم، یعنی که باب درباره اون که همین 12 امام و نص بر اونها، یعنی که دلیل بر امامتی اونها 20 حدیث آورده است. باز همون معیار پیشینه رو تطبیق میکنیم برادران. مرآت العقول صاحبش مجلسی است، مولا باقری مجلسی، میگه که حدیث 1 و 2 صحیح است. حدیث 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 ضعیف است. حدیث 15 حدیث حسن است. این طبق مبانی مجلسی است، یعنی که از 20 حدیث 2.5 حدیث 2 تا صحیح است، نیم تا حدیث خیلی حسن. اما طبق مبانی بهبودی که همین 20 حدیثی که مجلسی فقط 2.5 تاش صحیح گفت، 2.5 تاش بهبودی فقط همش ضعیف است. اصل کشاکش بین مسلمان ها و همین 12 امام هم مسئله است، لیکن از 20 حدیث یگان حدیث صحیح نداره. یعنی یه چیزی که ضعیف و بافته است براش چی برای با مسلمانان کشاکش دارند و ما حق ما اینو اون داریم. یعنی اول خیلی میگن اثبت العرش ثم انقشی، یعنی اول خونت ساز بعد خونت نقش نگار کن. بهبود میگه همه ضعیف است. 20 حدیثی که در اونجا درباره امامتی اماما صحبت میکنه. به جوری مولا باقر هم خیلی شرم داشته، ممکن دونون فایزش صحیح برار دیگه است. یعنی که توجه کن که 2 حدیث صحیح و 1 حدیث حسن است. یعنی آیا دلیل قطعی آورده میتونی برای امامت مثلا اگه با همین حدیثا؟ او در کتابی مثلا حجت نص الله و رسوله علی الائمه، یعنی که نص خدا بر امام بودن امام ها و نص رسول خدا بر امام بودن همین 12 امام. 16 حدیث داره. از این حدیث یکم صحیح هست میگه مجلسی، 2 3 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 ضعیف است، 4 و 12 حسن است، 13 موثق است. یعنی چقدر میشه دکو اگر حساب کنیم؟ یعنی از 16 حدیث اگر 1 حدیث صحیح باشه، 2 حدیث حسن باشه، این هر سهش 2 تا حساب کنیم، موثق باشه دیگه 4 1 حساب کنیم، 2.5 تا نمیشه، یعنی که باز همون معیار اومد. خب درباره نص، یعنی که نص بر حسین 3 حدیث هم دیگه همش ضعیف است در همین باب. درباره نص بر باقر محمد باقر رضی الله عنه 3 حدیث است، 2 تاش مجهول، 1 تاش ضعیف است. درباره نص بر جعفر 8 حدیث آورده است، 2 تا صحیح، 1 تا حسن، 5 تا ضعیف. تصور کنید اینجا اثبات کرده است که امام جعفر نص است، از خدا تعیین شده است. اینجا اثبات کرده است، لیکن تقریبا 70% روایتش ضعیف است، 75% روایتش ضعیف است. بنابراین این انسان رو باید دعوای سنتی به سنتی کنه. اگر سنتی به سنتی دعواش اگر ما مطرح کنیم میخواه حالت میبره. نص بر ابو محمد 13 حدیث همگی مجهول است. همگی 13 حدیث مجهول، نامعلوم است کی روایت کرده است. طبق مبانی خودشو. نص بر مهدی 4 حدیث اومده است، 1 حدیث اختلافی، 1 حدیث صحیح است، 2 حدیث ضعیف است. یعنی این قدر مهدی یا ثار الله یا مهدی ادرکنی یا نمیدونم چی 3 تا حدیثشون، یعنی که 3 حدیث ضعیف است، یعنی که 1 حدیثش توری است، 2 حدیثش توری نیست. به این چه عقیده است؟ خصوصا شما عقیده را با خبر واحد قبول ندارید. مثلا هم نماز خبر واحد صبح میشه. از حساس ترین باب، یعنی که باب عقیده، به همین شکل حدیثاش اومده از کتاب شما. با همین ضعف و همین ناتوانی خود رو میخواهید که بالای اهل سنت و جماعت بالای اونا بار کنید، کتابای اونا رو زیر سوال برید. خیلی عربا میگن که خونت شیشگی باشه بخون دیگه سنگ نپرتون. ولی بیا کتاب بخوره مطرح کن، با طبق مبانی اهل سنت مطرح کن، بین که یکم حدیث ضعیف میاد در بخاری یا در مسلم. خب همین قدر اکتفا میکنیم دوستان عزیز. انشالله در مسئله آینده درباره حضرت عایشه و تهمت‌هایی که نسبت به عایشه شد و روایت‌های دروغی که به فاطمه بسته میشد، روایت‌هایی که گویا که دخترای پیامبر نباشن و فقط فاطمه دختر پیامبر باشه و
дигар аз дурӯғҳои шохдора иншоалло ҷавобаша дар ҳалақаи оянда мегӯем. аммо инҷа як баъзе масъалаҳо буд ки вай барои хотире ки шахсӣ нашавад он масъаларо матраҳ намекунам. масалан хатогии имлогиша гирем агар خیلی خطاگوی املایی زیاد دارد، مثلا در نسبت عربیش هم خطاگوی زیاد دارد که دلالت بر آن می‌کنه که مردک فکری خودش از اون کتاب‌ها توسط یک شخصی مترجمی که کتابو ترجمه کرده از اون بگیره، خودش به واسطه از اون کتاب عربی یک چیز گرفته نمیتوند. بنابراین شاید که فهم کجم اساسش همین باشه که وای محتاج به فهم یک دیگر انسان است که برای وای ترجمه کرده میدهد، یا که اون من ترجمه شده چیزها رو برای ما مطرح میکنه. خب تا حلقه آینده بیننده عزیز شما رو به پناه الله تعالی میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.